من این میخوام دنبال خونه بگردم. آیا این از سمت ایجنت یه وظیفه است که مثلا خونه رو به وکلای یا حالا کسی که جستجو میکنه برای خونه بده یا نه؟ من بردارم مثلا تو پلتفرمی مثل سنتریس، ریلتور بگردم، بعد مراجعه کنم با شما و شما چه اتفاقی میفته؟ یعنی بعدی مثلا من میگم یه خونه رو دیدم، مراحلش چجوریه؟ ببینید مراحل خیلی فیکسی نداره، شما میتونید انتخاب بکنید. خب کسی نمیتونه به شما بگه شما دنبال خونه میگردی نگرد سنتریس رو من بگردم، ولی من حالا سیستم کاری خودم اینجوری هستش که شما میاد پیش من میگه آقا من تا 500,000 تا میتونم خونه بخرم و این محله و این محله برام مهمه که مثلا در حالا وست آیلند و لول به فرض میخوام فقط خونه بخرم، حالا به خاطر محل کارم، بچه‌م، خانواده‌ام و اینها. میذارید رو 2 محله خاص، بعد یک سری برای خودتون ویش لیست هم دارید، اینقدر تعداد اتاق خواب میخوام اینا. خب من تقریبا دستم اومده که میدونم که شما تو چه محله با چه حدودی چه خونه میتونید بخرید. همون اولش به شما میگم که اوکی تو این محله میتونید با 80% خواستاتون خونه رو پیدا بکنید، ولی ممکنه در این محله نتونید. با هم بحث میکنیم، به یک نتیجه مشترکی میرسیم و من همیشه تاکید میکنم خونه اول شما خونه آرزوهای شما نیست. فقط اون قدم اول و مهم نیست که شما بردارید که از بازار مسکن عقب نیفتید، از این افزایش قیمت ها عقب نیفتید، بعد میتونید خونه آرزوهاتون رو بخرید در طی چند سال اخیر. ببینید ما در بخوایم فقط مونترال رو در نظر بگیریم، شما هر 10 سال به طور کاملا متوسط قیمت خونه 2 برابر میشه. خب برای اینکه ما از این بازار عقب نیفتیم قدم اول رو برمیداریم. پس نمیخوایم خونه‌ای که تو ذهنمون ساختیم 5 تا اتاق خواب داشته باشه، حیاط، یعنی در خونه اول بخریم. مطمئنا خواهیم خرید هممون، ولی استپ اول، قدم اول رو درست برداریم. بهتون گفتم خونه‌ای بخریم که ارزش فروش خوب داشته باشه. بله، بخریم توش 5 سال زندگی بکنیم، بعد بفروشیم خونه بهتر. سیستم کاری من اینجوری هستش که من معمولاً وقتی که به اون نتیجه رسیدیم با هم دیگه، شروع میکنم به گشتن برای افراد تا خونه‌ای که تا به امروز لیست شده از قبل. بعد من همیشه سلر دکلریشن ها رو قبل از ویزیت میخونم که اصلا ببینم ارزش ویزیت داره این خونه که بخوام برم. خب یه سری خونه ها مطمئنا همونجا حذف میشن، میمونه یک سری خونه، اینا رو برای کلاینت هم میفرستم. بعد ازش میخوام که خب چون من واقعا سلیقه هر مشتری نیستم، هر کس سلیقه خاص خودشو داره، تو نور، تو رنگ، تو تعداد، حالا مدل آشپزخونه. بعد ایشون از ممکن از لیست 10 تایی 15 تایی که من فرستادم 6 تا 7 تاش رو برای ویزیت انتخاب بکنه، میریم ویزیت میکنیم و معمولا در هفته دوم سوم هر دو تامون بیشتر با هم آشنا میشیم. من با سلیقه ایشون آشنا میشم، این لیست کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشه تا واقعا دیگه در ماه معمولا اول و دوم به یه نتیجه خیلی خوبی میرسیم هر ایجنت. ولی ایشون هم اگر وسط برای من حالا یک لیستینگی رو بفرسته، اینجوری نیست من میگم چرا فرستادی، چک میکنم براشون، سلر دکلریشن چک میکنم، شرایطو چک میکنم، میگم اوکی هستش برای ویزیت یا نه بهتر هستش که مثلا ویزیت نکنیم این خونه رو. و نهایتا مثلا یه خونه رو پسند کردیم، شما چه اتفاقی میفته؟ مثلا با قیمت پیشنهاد بدید؟ بله، خب الان بازار یکم راحت‌تر شده، ما میتونیم نگوشییت کنیم، ما میتونیم قیمت پایین‌تر. البته بازم میگم نه همه خونه ها، باز هم ما مولتیپل آفر داریم در این بازار. چند تا درخواست بله، مثلا یه دفعه خونه امروز لیست میشه، ما خیلی در ماه اپریل با این موضوع بله با این موضوع روبرو بودیم، هرچند شاید باور کردنی نباشه، به خصوص خونه‌های خیلی خوبی که در رنج 450 تا 600 لیست میشد، چون یک قیمت میانگین خونه هستش. خیلی سریع یه دفعه میدیدید، حالا نه مثل 2 سال پیش، ولی میدیدید 3 تا 4 تا آفر میگیره و بالاتر از اون قیمت پیشنهادی فروش میره. ولی در حالت کلی این روزها بهتر میشه نگوشییت که ما یه آفر رو شروع میکنیم، میدیم هم قیمت پیشنهادی هم یک سری شرایط رو تو این آفر میذاریم. مثلا میگم فروشنده گفته من وسایلمو همه رو برمیدارم، مثل یخچال، ظرفشویی، ما میام همه اونا رو قرار میدیم و آفر میگیم ما این خونه رو با این شرط قیمت، با این وسایل، با شرط اینسپکشن، با شرط اپرووال گرفتن از بانک از شما میخوای. گاهی فروشنده بلافاصله اکسپت میکنه تموم میشه، گاهی بلافاصله رفیوز میکنه و تموم میشه، گاهی وارد نگوشییت دوم میشه. حالا اونها یا قیمت رو میبرن بالا یا وسایل رو خارج میکنن، یا چه این نگوشییت انجام میشه تا اون شما ولی با
ریلیتور ایشون و ایشون با کلاینت خودش در ارتباط، من هم با کلاینت خودم و خیلی موقع ها به یک نتیجه مشترک دو طرفه میرسیم، کانتر آفر نوشته میشه، اون شرایط مشترکی که همه باش به نتیجه رسیدن امضا میشه و از همون روز، حالا اون زمانی که ما برای اینسپکشن گرفتیم شروع میشه، گاهی 10 روزه گاهی 12 روزه شروع میشه و مبلغی پرداخت نشده. نه هیچ مبلغی پرداخت نمیشه، مدارک به بانک فرستاده میشه، یعنی کار ما از اون روز شروع میشه تا بانک شروع میکنه برای اینکه بتونه اپرووال نهایی رو صادر بکنه. ما هم از این طرف مشغولیم که اینسپکشن کنیم خونه رو، گزارش اینسپکشن بیاد. اگر یک چیز خیلی بزرگی در اینسپکشن باشه، ذکر نشده باشه یا حالا مثلا نوشته سقف عوض شده 2 سال پیش، ولی وقتی اینسپکتور میره بالا میبینه که درسته 2 سال پیش عوض شده ولی به هزاران دلیل سقف الان شرایط خوبی نداره، یه هزینه 10-15 هزار دلاری مثلا باید این خریدار بده. حالا در اینجا ما با 3 تا راه روبرو هستیم، یا خریدار میگه میکشم عقب، نه من نمیخوام خونه رو، یا وارد نگوشیت میشن، حالا قیمت رو کم میکنن، یا از فروشنده میخوایم که این کار رو انجام بده برامون، مثلا سقف رو عوض کن، یا حالا مثلا ایزولاسیون سقف کمه اون رو تمام کن. یعنی این دیگه واقعا به شرایط خریدار و اون چیزی که میخواد و فروشنده و چقدر فروشنده فلکسیبل هست برای اینکه قبول بکنه چه شرطی رو میتونیم نگوشیت کنیم. ولی در مجموع من همیشه به کلاینت ها میگم هر خونه‌ای بالاخره خونه در سال 1970 ساخته شده، مشکلات داره، یعنی شما فکر نکنید و بله مثلا و واقعا خونه مشکلات داره، مثل اینکه نمیدونم آب از اونجاش یه ذره اومده، پنجره‌اش اینجوری صدا میده، نمیدونم سینک آبش، اینا یک مشکلات طبیعی و نرمال یک خونه‌ای هستش که توی زندگی شده و شما میخواید برید زندگی کنید و یکم دستشویش نشتی دادی نمیشه. ولی واقعا وقتی به مشکلات بزرگ خوردیم، یا مثلا ما خونه‌ای داریم میرن یک سری کاشیا هستش که مشکوک به آسبست هستش، حالا اونجا خریدار تصمیم میگیره که آیا این رو بفرسته برای تست آسبست یا اصلا از خرید بکشه کنار. یعنی تو اینجور مواقع ما وارد عمل میشیم، ولی واقعا در حالت کلی یک اینسپکشن نرمال یک خونه رو هم میشناسیم، به خریدار میگیم این یک اینسپکشن نرمال خونه است، حالا یک سری کارهایی داره که شما باید انجام بدید. حالا بسته به شرایط اون فرد که فهمیدید اولین خونه‌اش هستش یا به چه سرمایه‌گذاری میخواد نگاه بکنه یا میخواد فقط بله و واقع بین بودن واقعا خیلی مهمه. وقتی که من میخوام یک خونه 800,000 دلاری خریداری بکنم باید واقع بین باشم که خونه‌ای که دارم میخرم بین خونه‌های 800,000 دلاری که دیدم ویزیت کردم خونه خوبیه که دارم میخرم. یعنی این واقع بینی به من کمک میکنه که من با سرمایه خودم با بودجه خودم بهترین تصمیم رو بگیرم و همینطور که بهتون گفتم در عرض 5 سال 10 سال من این خونه رو خیلی راحت میتونم تبدیل کنم به خونه بهتر. پیشنهادتون برای خرید خونه چه زمانی؟ یعنی اگه مثلا یه زوج بخوان خونه بخرن، حالا 2 سال 3 سال اومدن کانادا، پیارم هستن، پیشنهاد اینه که کلا یه خانواده که خونه بخرن در اولین فرصتی که میتونن. خب چرا نمیخرن خونه به نظرتون؟ واقعا سبک زندگی ها متفاوته. این یک البته ایرانی‌ها خیلی کمی هستن که خونه نمیخرن، ما ایرانی‌ها خونه خریدن اولی دومی و بعدی همینجوری دوست داریم اصلا، ولی واقعا یک سبک زندگی یکی چون توی کانادا مستاجری به اندازه ایران وحشتناک نیست، واقعا وحشتناک نیست. یعنی شما اگر تصمیم هم بگیری تا آخر عمرت مستاجر بمونی شاید واقعا خوشنشینیه، اصلا خوشنشینیه در مقابل ایران. شاید اونر بودن سخت‌تره شما در مقابل هزینه‌هایی که داری، ولی میگم واقعا یک سبک زندگی و خواسته هست که شما تصمیم میگیرید. ولی اگر واقعا قصد خونه خریدن دارید در اولین فرصتی که میتونید از لحاظ روحی مالی هر دو آماده هستید این کار انجام بدید، حتی شده از یه خونه کوچیک شروع بکنید. ولی میگم روحی واقعا ببینید میتونید، چون خیلی موقع من خیلی تبلیغات رو دیدم برام خیلی جالبه، میگه که شما به اندازه اجاره‌ای که الان دارید پرداخت میکنید میتونید صاحب خونه باشید. نه، گاهی شما ممکنه الان 1500 دلار اجاره پرداخت کنید، درسته مورگیجتون هم بشه 1500 دلار، شما هزینه‌های خیلی زیادی در خونه خریدن، مثل بیمه خونه، مثل اگه کاندو دارید کاندو فی، تکسای سالانه، تعمیرات خونه‌تون، نگهداریشون، پول برقتون، اینها چیزهایی که به شما اضافه میشه. واقع بینانه باید بریم جلو. ببین خیلی خوبه همه خونه بخرن، همه بابا خونه بخرن، خب ولی این واقعیت اینه که واقع بینانه ما باید بریم جلو. اون موقع که واقعا از لحاظ مالی از لحاظ روحی آماده ایم برای اینکه صاحب خونه بشیم
بهترین زمان برای خونه خرید و واقعا فصل خاصی هم نداره. خرید توی زمستون یک سری مزایا داره، یک سری معایب داره، در تابستون یک سری مزایا داره، یک سری معایب داره. به نظر من در اولین فرصتی که میتونید شروع کنید به گشتن، چون پری اپرووالی که میگیرید یه چیزی حدود 130 روز اعتبار داره، شما میتونید هنوز فرصت دارید بگردید. نشد اصلا گرفتن یک پری اپرووال اگر مثل این روزها ریت هی تغییر نکنه کار خیلی سختی نیستش. دوباره توی کلاینتاتون بوده مثلا موردی که طرف دنبال خونه بوده خیلی طول کشیده مثلا خونه بگیره؟ بله، آدم‌های سختگیر، مخصوصا بیشتر اتفاقا تو نیوکامرها این اتفاق میفته. چون ببینید ما توی ایران واقعیتش اینه که خیلی خونه ها مدرن تر و لاکچری تر ساخته میشن و برای کسی که شاید 1 سال از ایران اومده، 6 ماه از ایران اومده، حالا اینجا اومده کار خیلی خوبی پیدا کرده، درآمدش خوبه همون اول و میخواد خونه بخره، اصلا در 10 تا خونه اول باورش نمیشه که این باید مثلا $1,000,000 بده این خونه رو بخره، یعنی واقعا باورش نمیشه. خب خیلی معلومه سخت، بله خیلی سختگیرانه میره جلو و خیلی معمولا یه دفعه 6 ماه طول میکشه. ولی خب ما معمولا اگر طرف واقعا قصدش خرید باشه ما هم کنارش هستیم و باش میریم جلو. خیلی کلاینت هم دیدیم واقعا 2 هفته خونه خریدن، حتی در زمان مولتیپل آفر، چون تکلیفش با خودش مشخص بوده، میدونسته و سالها بوده اینجا خونه دوستاش رفته بوده و میدونسته که همین واقع بینی رو که گفتم داشته دیگه، میدونسته که مثلا با $700,000 من در بازار امروز نمیتونم بهتر از این بخرم. خیلی بسیار. شاید توی نگاه اکثریت حالا کسایی که دنبال کار هستن، جستجو کار برای کار مختلف به فکر هستن، بخصوص نیوکامرها، بعدی که میان اینجا میگن که خب چه شغل خوبیه، لباسای شیک، ماشینای آخر مدل و خیلی هم آسونه دیگه، شما میری ویزیت میکنی تمام یه نامه میزنی. خودتون فکر میکنید چه سختی‌های پشت قضیه هستش که واقعا شاید یه فردی که ریلتور هست باش درگیره و حالا اون چالشاش چیه؟ ببینید واقعا حرف خوبی زدید. شاید برای خود من همینجوری بوده. شغلی است که شما وقتی که از وای میسید از اون طرف گود بهش نگاه میکنید، حالا خودش هم شغل قشنگه وقتی علاقه داشته باشید بهش واقعا با این کار، ولی خیلی قشنگتر از اون چیز، آسونتر، نمیشه گفت قشنگتر، آسونتر از اون چیزی که هستش به نظر بیاد. ببینید اولین سختیش اینه که شما وقتی من قبلا هم به شما گفتم خب من در اینجا هم در کار عمرانی کار کردم به عنوان یه مهندس، میخوام تفاوتش رو به شما بگم. شما وقتی که من کار میکنم خب نهایتا با 1 نفر با 2 نفر همکارم در ارتباطم، در طول زمان اخلاق اونها دستم میاد و میدونم چجوری باید برخورد کنم. ولی اینجا شما هر مشتریتون با هر مشتری اخلاقش فرق میکنه، نحوه حرف زدنش فرق میکنه، مدلی که به شما حرف میزنه فرق میکنه. بالاخره شما هم ربات نیستید، یک انسانید، گاهی بهتون بر میخوره، ولی در این ور گود میگین من باید صبور باشم. من معمولاً کاری که میکنم خودم رو جای اونها میدونم، میگم اونها پر از استرسن، بزرگترین سرمایه گذاری زندگیشون رو میخوان انجام بدن و بله و شاید کسی رو به جز من ندونن این حرف ها رو بزنن، این خواسته ها رو ازش بخوان اینو چک کن، مثلا روزی 20 تا خونه بفرستن، در صورتی که اصلا خودشون هم مطمئنن اون 20 تا خونه رو نمیخرن، یا شب ساعت 10 با من تماس بگیرن، میدونید، یعنی که حتی یه بار گوگل رو چک نکنن که این خانم یا آقا ساعت کاریش از چه ساعتی تا چه ساعتی هستش. خب شما با آدم‌های متفاوتی در ارتباطی، هی باید خودت رو عوض بکنی. ولی مهمترین، یکی از مهمترین سختی‌هاش آخر هفته کار کردن. شما زمان که همه دارن استراحت میکنن، بچت خونه است، همسرت خونه است، مهمونی داری، شما باید بری سر کار، یعنی زمان استراحت همه شما باید کار بکنی. چون ویزیت‌ها اکثرا ویکند. بله، چون شما خب خودتون کار میکنن از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر دیگه اصلا حوصله نداره برید ویزیت و اون معمولا فروشنده هم قبول نمیکنه و همه فشرده میشه. ما یه دفعه میبینید کل 2 روز مثلا با 5 نفر 6 نفر در حال ویزیت رفتن. یکی از مهمترین سختی‌هاش اینه برنامه‌تون. بله برنامه‌مون هم برعکس هم خیلی دست خودمون نیست. شاید اصلا من مجبور شدم گاهی مسافرت کنسل کنم به خاطر کار یک کلاینتی که گفته من پری اپرووالم دارم تموم میشه، من باید تو 1 ماه خرید بکنم. یعنی خیلی شما تصمیم گیرنده زمان خودت نیستی.
زبان دست خودت بله. البته میگم اینا واقعا به مسئولیت پذیری افراد هم بستگی داره. و سومین چیز شاید که حالا خیلی خوششون نیاد من ولی این حرف بزنم، درآمدش اونقدر که به نظر میاد از بیرون به نظر میاد، شاید در مقایسه با سختی که داره زمانی که شما میذارید روی کار و ما همه کارهامون به نتیجه نمیرسه. شما یک موقع میبینید اصلا خریدار پشیمون میشه وسط کار، میگه میخوام از این شهر برم. سلر هامون بعضت مثلا 3 هفته میگن خونمو از مارکت بردار، پشیمون شدم. خب ما برای همه اینها زمان گذاشتیم بدون اینکه پولی بگیریم. در نتیجه شما وقتی بیاید این رو سرشکن بکنید شاید درآمدش اونقدر، بعد ما هزینه‌های ایجنسی که پرداخت میکنیم، اینا همه چیزا که هزینه‌های اواسیکی که پرداخت میکنیم سالانه، بیمه سالانه که پرداخت میکنیم برای اینکه هم کلاینتامون تحت بیمه باشن، همه اینها یک سری هزینه‌های بسیار ثابتی دارید که شما چه کار بکنید چه کار نکنید اون هزینه‌های سالانه رو باید پرداخت بکنید. این 2-3 سال اول هم من شنیدم خیلی. بله دقیقاً در این مجال. و واقعا یک کاری هستش که شما سیفتی نداری. یک سال ممکنه شما 100 تا ترانزکشن داشته باشی، یک سال ممکنه 10 تا داشته باشی، یک سال ممکنه 2 تا داشته باشی. واقعا بستگی به بازار، شرایط خودت، شرایط زندگی خودت، همه اینها تاثیر میذاره در اون یک درآمدی که نشستی خونه کار میکنی، هر 2 هفته یه بار یه حقوقی میاد، شما خوشحالی، بالاخره میتونی یه برنامه‌ریزی کنی. یکم شغلی هست که یکم این برنامه‌ریزی، ولی بعد از 2-3 سال معمولا روی اون روال میفته، خودت، زندگی، درآمدت، شناخته شدنت، همه اینا به نتیجه میرسه. یه حرف جالبی در مورد ماشین زدید چون خیلی میگن. ببینید خونه واقعا دوم یک ریال استیت، شما سیفتیت، امنیتت در اون ماشینی که دلایل اصلی که همشون ماشینای خوب دارن همینه. شما در -30 درجه با برف و بارون و کوران و اینها در این جاده هستید و اگر واقعا ماشین سیف نداشته باشید یکم سخت‌تر کارتون. یکی از دلایل اصلیش هم همینه که همشون ممکن اصلا خود یه ریال استیت خونه نداشته باشه واقعا، ولی حتما ماشین خوب داره. که دلایل عمده‌اش اینه که شما وسط زمستون وسط جاده نمونید. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما بابت اطلاعات خیلی خوبتون. خیلی اطلاعات جزئیات دیگه هستش که حتما برای بینندگان و شنوندگان عزیز پیش میاد. حالا اگر دوست داشتن سوالاشون رو زیر ویدیو قرار بدن حتما در خدمتشونم. و اونجا مطمئنا یه سری سوالات تکراری هستش که اونجا میتونن حالا جوابا رو ببینن و اگر دیدیم که خیلی دیگه بیشتر شد با دوباره مزاحم شما میشیم. خواهش میکنم. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین. امیدوارم این واقعا برای همه مفید باشه و امیدوارم هر کس که آرزوشو داره هر چه زودتر بتونه خونه دلخواهشو پیدا کنه. ان شاءالله خونه اول، دوم، سوم دیگه همه برسن خدمتش. ان شاءالله. خدا ممنون. خواهش میکنم. شما هم همینطور. متشکرم.